سلام بچه‌ها، من عرفانم، لقبم سایرونه و خوش اومدین به یه ویدیو جدید. همونطور که هممون میدونیم جنگ جهانی دوم یکی از مخربترین، بدترین و وحشتناکترین جنگ‌های جهان بوده و هست. و این جنگ یه سری ویژگی‌های خیلی باحال داره و یکی از این ویژگی‌ها سلاح‌های خیلی عجیب، خفن و یا مسخره‌ای بوده که توی اون زمان ساخته می‌شده. و این سلاح‌ها معمولاً هدف‌های مختلفی داشتن. مثلا یک کشور میومد برای تصرف یک کشور دیگه یک سلاح به خصوص میساخت که خیلی خفنه. و توی ویدیوی امروز قراره خفن‌ترین، عجیب‌ترین و در مواردی مسخره‌ترین سلاحایی که توی جنگ جهانی دوم ساخته شدن رو واسهتون بگم و توضیح بدم که این سلاح‌ها چجوری کار می‌کردن. سلاح اول که یکی از سلاح‌های مورد علاقه من توی این لیسته، گاستیو گان از آلمان نازیه. این سلاح بزرگترین توپخانه و اسلحه‌ای که بشر تا به حال ساخته از لحاظ جرم و اندازه و اینجور چیزا. این توپخانه 1350 تن وزن داره و طولش چیزی حدود 50 متره و فقط طول اون لوله شلیکش چیزی حدود 32.5 متره. و هدف از ساخت و طراحی این توپخانه شکستن و از بین بردن دیوار مارجینال فرانسه بود که دیوار مارجینال فرانسه هم دومین چیزیه که قراره واسهتون توضیح بدم چی بود. خلاصه یه دیوار خیلی خفن بود که یک خاری در چشم آلمان بود که آلمان میخواست این دیوار رو بشکنه و به فرانسه حمله کنه و برای همین گاستیو گان رو طراحی کرد. اما قبل از اینکه گاستیو گان تولیدش و یعنی ساختش تموم بشه و اون آزمایشاتش رو پشت سر بذاره، آلمان موفق شد از دیوار مارجینال بگذره. چطوری؟ آلمان اومد زرنگی کرد، رفت بالا و از مرز بلژیک به فرانسه حمله کرد. یه جورایی دیوار رو دور زد و یه جورایی گاستیو گان از اون هدف اصلیش جا موند، ولی باز هم ازش استفاده شد. گاستیو گان توی جنگ‌های زیادی مشارکت نداشت، ولی توی جنگ‌هایی که مشارکت داشت برد 100% آلمان پایان اون جنگ بود. مثالش هم میشه جنگی که توی کریمه در برابر شوروی بود. آلمان توی کریمه با شوروی درگیر شد و اون وسط مسطا تونستن گاستیو گان رو بیارن توی این جنگ و فقط باید بهتون بگم که گاستیو گان با شلیک 47 تا گلوله ارتش شوروی رو پرپر و خار و خفیف کرد. یعنی ارتش شوروی رسما از هم پاشید و کریمه به دست آلمان افتاد. جالبه بدونین آلمان یک نسخه بزرگتر از گاستیو گان رو طراحی کرد و میخواست بسازه به اسم دوراگان که دورا هیچ وقت ساخته نشد و یه سری شایعاتی هست که آقا اومدن یه نسخه از دورا ساختن ولی هیچ وقت نتونست آزمایش‌ها رو پشت سر بذاره، که واسم سوال چجوری اگه ساختنش همچین اسلحه بزرگی رو تونستن از مردم مخفی نگه دارن، که فرضم کنیم که ساخته شده توی هیچ جنگی شرکت داده نشده و صرفاً توی آزمایشات بوده. اسلحه دوم که بازم یه اسلحه خیلی باحاله که در اصل اسلحه نیست، یک پایگاهه، همون دیوار مارجیناله که بهتون گفتم. حالا اینکه دیوار مارجینال چه بود و کی ساخته شد. توی سال 1930 وزیر جنگ فرانسه اومد با خودش گفتش که خب هرچی جنگ جهانی قرار باشه و بوده زیر سر آلمان بوده، ما چیکار کنیم که سری بعد اگه جنگ جهانی زیر سر آلمان بود ما هوا نشیم. و ایده ساخت دیوار مارجینال یا مگنیت هم توی فرانسوی بهش میگن، بذارین تلفظش اینجا نوشتم، مجینت هم توی فرانسوی به این دیوار میگفتن، مارجینال رو انگلیسی ها میگفتن، مارجینت رو خود فرانسوی ها. خلاصه این یک دیوار و یک پایگاهه که انگار روی یک کوه ساخته شده و داخل کوه کندن و در اصل رشته کوه بوده چون خیلی طولانیه و یه جوری کل مرز فرانسه رو این دیوار پوشش میداده. داخل این دیوار ضد هوایی بوده، ضد تانک بوده، توپخانه بوده، تیربار بوده، مین زمین بوده، بیمارستان واسه خود فرانسه بوده. رسما یک پایگاه کامل بوده که تونسته بود تا حدود خیلی زیادی جلوی آلمان رو بگیره و تصرف فرانسه توسط آلمان رو به تعویق بندازه، که متاسفانه در آخر آلمان تونست این دیوار رو دور بزنه که بهتون گفتم چطوری. این هم جالبه بدونید که این دیوار خیلی واسه فرانسه پرهزینه بود، طوری که توی اون زمان 7 میلیارد دلار فرانسه به خاطرش خرج کرد. سلاح بعدی که یه جورایی بیشتر عجیب تا خفن، سگ‌های منفجره از شوروی هستن. تانک‌های نازی یک خاری بر چشم شوروی بودن
و خیلی رو مخ شوروی میرفتن، چون خیلی سریع بودن، خیلی قوی بودن و نمیشد خیلی راحت از بین بردشون. شوروی اومد یک راه حل ساخت که اونا بودن سگ‌های منفجره. اینا یه سگ‌هایی بودن که اتفاقا نژادشون هم عمدتاً نژاد ژرمن شپرد بود، یعنی یک نژاد سگ آلمانی بود که اونا اومدن این نژاد سگو گرفتن و شروع کردن آموزش دادن به این نژاد سگ. آموزششون هم طوری بود که می اومدن این سگا رو میذاشتن یه جا و خیلی گشنگی بهشون میدادن و بعد غذا رو میذاشتن توی ماکت تانک‌های آلمانی. بعد این سگا میرفتن از تو ماکت تانک‌های آلمانی غذا میخوردن و بعد یه جورایی همش حس میکردن که غذا توی تانک‌های آلمانیه. ولی این سلاح خیلی شکست خورده بود. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه سگا توی میدون نبرد واقعی از تانک‌ها میترسیدن. به خاطر اینکه تانک‌ها حرکت میکردن و بعضی مواقع صدای خیلی بلند تولید میکردن، چون ماکت‌های شوروی ماکت‌های ثابت بودن که نه گلوله داشتن، نه راه میرفتن، نه هیچی. واسه همین این سگا ازشون میترسیدن. فقط یک جا این سگا به کار شوروی اومد. یک بار آلمان توی یه فرودگاه داشت آماده میشد که به شوروی حمله کنه. هواپیماشون داشتن آماده میشدن و به علاوه یه تعداد تانک. شوروی اومد و یک تعداد از این سگا رو آزاد کرد و موفق شد 13 تا از تانک‌های آلمان رو منهدم کنه و یک جورایی اون حمله رو متوقف کنه، نذاره آلمان بتونه حمله‌ش رو انجام بده. سلاح عجیب بعدی The Great Panzerdrama یا پنجدرام، نمیدونم دقیقا تلفظش چی میشه، که ساخت یک مؤسسه خصوصی توی بریتانیاه. توی سالهای 1942 و 1944 توی این بازه 2 ساله آلمان بیشتر اروپا رو تحت تصرف خودش داشت و یک دیوار ساخت که از حملات بریتانیا به زمینهای خودش جلوگیری کنه و اسم این دیوار هم گذاشت دیوار آتلانتیک. بریتانیا خیلی این دیوار آتلانتیک رو مخش بود، برای همین داشت یک سلاح طراحی میکرد که این دیوار رو بشکنه و این The Great Panzerdrama رو طراحی کردن. یک جورایی یک چرخ بود، یه چرخ بزرگ که در اصل 2 تا چرخه که از وسط اینجوری به هم وصلن این شکلی. بعد اینو با راکت، یعنی دور تا دورش راکت گذاشتن که حالا عکساشو واسهتون میذارم، که این راکت ها آتیش میگرفتن و اینجوری این میرفت جلو و میخورد به هدف و منفجر میشد. که یک مشکلی که این طرح داشت این بود که دقیق نبود و خیلی راحت از جای اصلیش منحرف میشد و میخورد به یه جای دیگه، طوری که توی یکی از ویدیوهایی که من دیدم اینو ول کردن و این داشت میرفت و یهو افتاد دنبال یه سگ که اگه ویدیوشو پیدا کنم واسهتون میذارم، شاید پیدا کنم شاید پیدا نکنم. سلاح بعدی این لیست یه جورایی ابتکار عمل باحالی بوده. اسم این سلاح The Goliath بوده. گالیاتس یا گالیاتس نمیدونم، چون از آلمانی اومده و طبیعتا من با آلمانی آشنایی کامل ندارم. خلاصه از این بگذریم که این گالیاس یک تانک خیلی کوچولو موچولو بوده که 130 تن وزن داشته و این 130 تنش فقط یک موتور، کلی بمب و یک سیستم کنترل کننده از راه دور بوده. این بمب متحرک یک سری مشکلات داشت. مثلا اگر داخل یک چاله میافتاد دیگه نمیتونستن درش بیارن و از راه دور کنترل میشد و طبیعتا دیگه نمیتونستن برن بلندش کنن وسط میدون جنگ. مشکل دومش بود که بعضی مواقع توی اون زمان تکنولوژی کنترل از راه دور خیلی تازه و مزخرف بود و بعضی موقع یهو این دیگه کار نمیکرد و تانک همونجا از راه دور وای میستاد. اما باز هم این تانک ها یک جا به درد آلمان خوردن که الان واسهتون ماجراشو میگم. توی سال 1944 فرانسه یک حمله ناگهانی با آلمان رو ترتیب داد و اومد با چتربازاش پرید تو زمین آلمان و اون چتربازا سوار تانک شدن و شروع کردن به پیشروی. این چتربازا توی تانک بودن و همینجوری داشتن اطرافو دید می‌زدن که یهو یک تانک کوچولو موچولو اومد داشت نزدیکشون میشد و این فرانسوی‌ها اینجوری بودن که کوچو اینا آلمانی‌ها قراره با این تانک‌های کوچولو ما رو شکست بدن و همینجوری که داشتن صحبت می‌کردن و به تانک‌های کوچیک آلمان می‌خندیدن، اون تانک اومد خورد به تانک اینا و همشون هوا شدن. و اینجا جایی بود که این تانک‌ها یعنی د گالیاث به درد آلمان خورد. عملیات PX. عملیات PX یک عملیات بود که هدفش تولید یک سری سلاح‌ها بود. چه سلاح‌هایی؟ سلاح‌های بیولوژیکی. این عملیات توسط واحد 731 ژاپن داشت انجام می‌شد. حالا واحد 731 چی بوده؟ واحد 731 یک واحد توی ژاپن بوده که وظیفش ساخت سلاح‌های بیولوژیکی بوده.
این سلاح‌ها از باکتری‌ها، انواع گازها، ویروس‌ها و کلی چیزای عجیب و غریب و بد دیگه‌ای بوده که تست سابجکت‌های این آزمایش، یعنی چیزایی که روش این وسیله‌ها رو آزمایش می‌کردن، بچه‌های کره‌ای و چینی بودن که تحت اسارت ژاپن بودن که این باکتریا و ویروس‌ها و در کل این سلاح‌های بیولوژیکی باعث می‌شدن اتفاقات عجیبی بیفته. مثلا روی بدن اون سابجکت‌های آزمایش یه سری زائده‌ها رشد می‌کرده، بیماری‌های بدنی می‌گرفتن، بیماری‌های گوارشی، بیماری‌های عصبی، بیماری‌های سیستم خونی و کلاً مریض می‌شدن، حالشون بد می‌شده و اصلاً سلاح‌های خوبی نبودن. یعنی سلاح‌های خوبی بودن را، ولی واسه بشریت سلاح خوبی نبودن. از این که بگذریم، این سلاح‌ها آماده شدن واسه استفاده و ژاپن آماده بود که این سلاح‌ها رو بریزه رو سر آمریکا، به خصوص ایالت‌هایی مثل لس آنجلس، پنسیلوانیا، فلوریدا، نیویورک و ایالت‌هایی که جمعیت خیلی زیادی داشتن و اگر آسیب می‌دیدن یه جورای آمریکا از جنگ ساقط می‌شد. این حملات تایید شدن و یک سری ژنرال‌ها باید این حمله رو تایید می‌کردن دوباره. یعنی دستور حمله داده شده بود ولی اون ژنرال‌ها باید حمله رو تایید می‌کردن که آخرین ژنرالی که باید این دستور رو تایید می‌کرد ژنرالی بود به اسم یوشیجیرو اومزو. یوشیجیرو دستور حمله رو نداد و گفتش که حمله رو متوقف کنین و نذاشت که این حمله توسط ژاپن انجام بشه و حرفی که یوشیجیرو زد خیلی حرف منطقی بود. یوشیجیرو گفت اگر ما این حمله رو انجام بدیم دیگه جنگی بین ژاپن و آمریکا نخواهد بود، بلکه جنگی بین بشر و باکتری شروع خواهد شد. و عملیات آخری که قراره واسهتون توضیح بدم عملیات پاستوریس از آلمان بوده که این عملیات کلی سلاح‌های عجیب و غریب ساخته که یکیشون یک زغال سنگ بوده که کاملا شبیه زغال سنگ بوده ولی در اصل بمب بوده. اینا میومدن این زغال سنگو مینداختن قاطی زغال سنگ‌های دیگه، بعد مثلا اگه قطار بوده، اگر تانک بوده، اگر ماشین بوده، اگر کارخونه بوده، اینا میومدن این زغال سنگو میریختن تو کوره، بعد این بمب میرفت تو کوره و منفجر میشد و اون کوره از بین میرفت. اگر قطار بود قطار دیگه حرکت نمیکرد، اگر کارخونه بود دیگه کارخونه کار نمیکرد که عمدش همین کارخونه و قطارا بودن. که از همین نوع بمبی که بهتون گفتم قرار بود توی آمریکا استفاده بشه که 2 جاسوس نازی با یه زیردریایی یوبوت اومده بودن توی آمریکا، بعد از زیردریایی اومده بودن بیرون رفته بودن جاهای مختلف و قرار بود که کارخونه‌ها و مراکز مهم آمریکا رو با همین بمب منهدم کنن تا یه جوری اقتصاد آمریکا بریزه که موفق نشدن به خاطر اینکه اونا اومده بودن قبلش با یه ماهیگیر صحبت کرده بودن، بعد این ماهیگیر شک کرده بود به خاطر اینکه این دوتا یک لحظه با هم آلمانی صحبت کردن. این ماهیگیر میره به FBI میگه FBI هم یه تحقیقات گسترده‌ای رو شروع میکنه که البته اینو میگم که هیچ حمله صورت نگرفت ولی FBI هیچ وقت نتونست اون دوتا مأمور رو پیدا کنه. اون دوتا مأموری که به صورت ناشناس و مخفی رفته بودن داخل آمریکا، FBI هیچ وقت اونا رو نگرفت و هنوزم که هنوز معلوم نیست دقیقاً سرنوشت اون دوتا مأمور چی شده. خب بچه‌ها این بود از ویدیوی این هفته. حتما نظرتون توی کامنت‌ها در مورد این ویدیو برام بنویسین. دوست دارین در آینده در مورد چه موضوعی ویدیو بسازم اونها رو حتما بهم بگین. تا ویدیوی بعدی مراقب خودتون باشین.